میخوام بهتون گرونترین خیابون جهان رو نشون بدم تا آخر ویدیو ببینید. همونجوری که گفتم اینجا گرونترین خیابون جهانه و اون بوتیک زرد هم که پشتم میبینید، بوتیک بیژن، گرونترین بوتیک جهان لقب داره. بوتیک بیژن برای ایرانیه و یه دیزاینر ایرانی بود که خودشون خود کردن و الان دست پسرشه. برای رفتن به این بوتیک حتما لازمه که اپوینتمنت داشته باشی، وقت قبلی داشته باشی تا بتونی بری داخل رو خرید کنی. حالا بریم این بوتیک و بقیه برندهای معروف این خیابون رو بهتون نشون بدم. و حتی این پارکومتر جلوی در بوتیک بیژن هم به اسم خودشه و این هم رودرویز معروفش که معمولا جلوی در پارکه. و از مشتریای معروف این بوتیک میتونم به بزرگترینش اوباما اشاره کنم. دیگه خودتون برید سرچ کنید چه مشتریای معروفی این بوتیک معروف و خوشگل داره. اینجا اکثرا کسایی که اینجا رد میشن فرق نداره کجایی هستن، حتما میان اینجا با این ماشین و این پارکومتر معروف یه عکسی میگیره. میتونه یه ایده خوبی باشه برای بچه‌هایی که تو ایران بوتیک دارن، از رو دیزاینش میتونن یه الگو برداری کنن. تو این خیابون اکثر برندهای معروف رو میتونیم پیدا کنیم، اکثر گرونترین برندهای معروف جهان که تو این خیابون همشون دور هم جمع شدن.